نیروهای امنیتی افغانستان مرکزی شهر کابل را از باقیمانده‌های حمله مرگ طلبانه طالبان که شب دوشنبه به وقوع پیوست پاککاری کردند. در نتیجه حمله به یک پایگاه امنیتی پایتخت افغانستان 3 جنگجو کشته و کمش 7 افسر پلیس مجروح شدند. صدای تیراندازی تمام شب به گوش می رسید. قبل از آن گزارش شد که در ولایت هلمند سلاح به دستان به یک منزل زیست پیشوای قبیله و بینای مربوط به سابق والی این ولایت حمله کردند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که ساکنان از مکان حمله به جای امن انتقال داده شدند و تامین برق در این گوشه هلمند را قطع کردند. هفته گذشته نیروهای حکومتی حمله طالبان به شهر کندوز را خنثی کردند و این شهر شمالی افغانستان را از دست طالبان آزاد کردند. در شهر شمالی پشاور پاکستان اعتراض با درخواست لغو یک قانون به اصطلاح ناعادلانه از دوره حکم امپراتوری بریتانیا برپا شد. طبق سند با نام دستور حل جنایت‌ها در منطقه مرزی، جنایتکاران محکوم شده از حق درخواست بازبینی حکم محرومند. همچنان قانون اجازت می‌دهد که اعضای عائله جنایتکاران صرف نظر از آنکه در جنایت نقشه ندارند به حبس گرفته شوند. به قول حامیان حقوق در پاکستان این قانون حقوق ازلی انسان را نادیده می‌گیرد. در نزد بینای وزارت بهداشت قرقیزستان در شهر بیشکک فعالان حقوق زن گردهمایی تشکیل کردند و از میزان بلند فوت زنان اثنای تولد اظهار نگرانی کردند. سر از آغاز سال روان در قرقیزستان هنگام تولد کمش 45 زن به هلاکت رسیدند. جمع آمدگان از حکومت قرقیزستان طلب کردند که اصلاحات نظام بهداشت را پیاده کند تا فوت مادر و کودک کاهش یابد.